هی بچه ها خوش اومدین به جوجوتسو شنانینگاز، یک بتلگراند روبلاکس که میشه توش نوشیدنی خورد، رفت گیم نت گیم پلی داد. در فشاری شدی بزنید دستگاه بتونید. اما آقای بروک شما دنبال چی هستین داخل این گیم؟ 100% من نیومدم اینجوری بولی بشم، اومدم کلی نکته در مورد این گیم بهتون بگم. پس برو بریم. اولیش من میخوام چند تا نکته خیلی جالب در مورد این گیم بگم که آخرش هم خودم یه گوجو اسپمر شدم. متاسفانه این پارت فقط برای گوجوه و کاراکترهای بعدی تو پارتهای بعدی هن. خب من اومدم شنانینگاز، انقدر طول کشید موهام سفید شد، نگاه کن. اولین چیزی که باید یاد بگیرین هم تو بتل گرندا هم تو شنانینگاز اینه که باید شیفت لاک کنی که تو موبایل خیلی راحته. کافیه این که یه چیز اینجا یه علامت قفله اونو میزنی شیفت لاک میشه. ولی توی کامپیوتر باید بیاین اینجا تو کامپیوتر، بعد این گزینه رو آن کنی، شیفت لاک، این بالایی ها. خب و به راحتی شیفت لاک میکنی. این دیگه خیلی چیز ساده ایه که تو همه بتل گرندا مشترکه. خب یکی از بهترین چیزای شنانینگاز اینه که تو پرایوت سرور شما مثل کریتیو ماینکرافت میتونید تو این گزینه به علاوه همه اتفاقات سرورتون رو کنترل کنید. خب ما الان میایم یه دونه دامی اسپان میکنیم. به همین راحتی میایم چند تا چیز روش تست میکنیم. خب الان 3-4 تا کمبو میزنیم. با بلک فلش نشد. ببین ما یه سری اسپشیال ابیلیتی داریم که میشه یه جور دیگه هم از اون ابیلیتی ها استفاده کرد. تو بیشتر کاراکترها هستن. حالا این پولیه، این سویچر پولیه، حالا از این بگذاریم. میریم توی کاراکتر دیگه. خب مثلا من میرم هانستوان، هم گوجه خودمون. خب ببینین این یه عالم اسپشیال ابیلیتی داره، مخصوصا اویکنش که اصلا دیگه هیچ 1000 تا قابلیت داره. خب من یه دامی اسپان کردم، میخوام همه ابیلیتی های گوجو رو به شما یاد بدم. حالا یه سریاش هم که خودتون یاد میگیرین، منظورم چیزاییه که بیشترتون نمیدونین. به این گوجو یه سری از قابلیتاش به اویکن نیاز داره، از اویکنتون کم میکنه. نگاه کنین این یکی معمولیشه لپس بلوپ. ولی ما الان میایم نو کولداون به خودمون میدیم. یه دکمه هم هست تو موبایل که باش میتونین اسپشیال ابیلیتی ها رو بزنین. نمیدونم تو موبایل چیه ولی توی کامپیوتر آره. نگاه کنین من اینو میزنم، اینطوری راحت یه ابیلیتی دیگه میزنه و بیشتر دمیج میزنه، واسه کمبا بهتره. ولی میبینین از التیمیتتون کم میکنه. خب الان چجوریه؟ من میام لپس روی این میزنم و همون لحظه که رو حواس آ رو میزنم، همین راحتی رو هوا آر، به مزه اینکه رو هواست اینا آر. خب خیلی قابلیت های زیادی داره این گوجو که مثلا یکیش اینه که میتونی به طرف به همین راحتی آر تلپورت کنی و واسه کمبا دیگه خیلی خداست. میبینی حالا من نو کول داون زدم، واسه این کول داون نداره ولی کول داون داره در واقعیت. از ویکنتون هم اینه چیک هم میکنه. خب الان اینو میزنیم آر. خب حالا ما چند تا چیز دیگه هم میتونیم بزنیم، مثلا اینطوری بزنیم. حالا ابیلیتی 4 و ابیلیتی 1 اسپیشال ابیلیتی و هالو رد بخشی ریورس رد. خب الان راستی یه چیزی که بهتون نگفتم که مورد علاقه خودم هست توی این بازی اینه که نگاه کنین بلوکیه، همه چی خراب میشه، به قولن لگوییه و میتونین مبارزه‌های خیلی بهتری رو تجربه کنین و نگاه کنین. حالا این چیزا مهمی نیست ولی خواستم بهتون بگم چون باله. چند تا چیز خیلی مسخره هم هستن، مثل این نگاه کنین. وایسه این نوشیدنی میتونین بخرین، کاربردش چیه نمیدونم، فکر کنم جونتون رو زیاد میکنه که وسط مبارزه که نمیتونین یه دفعه بیاین نوشیدنی بخورین.
ما میریم تو این رستوران که هیچ ربطی به KFC نداره، میریم اینجا. خب ببین یه سری چیز میخوام بهتون بگم. نگاه کنین این الان وایسین دامی اسپان کنم. این چیز آتش نشانی رو پرت میکنیم دود میاد. واسه کامبو خیلی خوبه، ولی البته تقریبا نمیشه همچین کاری کرد وسط مبارزه، ولی واسه کامبو خوبه دیگه، حملات ناگهانی. خب یکم بزنیم و آیا خدا. خب این هم یه نمونه خیلی عالی. میایم روش کامبومون رو تست میکنیم. از اسپشیال ابیلیتی ریورس رد نشد. ابیلیتی 4 از کپسول هم تازه استفاده کردیم، تا حالا استفاده نکرده بودم. خب خیلی راحت میتونیم اینو بزنیم چون نصف جونش رو زدیم. خب همین راحتی 1 2 میزنیم، 3 ریورس رد ابیلیتی 4. حتی برعکس گفتم. یک نکته که من خیلی در مورد این بازی دوست دارم اینه که میشه راحت پارکور کرد و پارکورش رو من خیلی دوست دارم. خب اینجا که ترین استیشن هیچی. یه چیز خیلی باحال اینه که شما میایین توی این ترین استیشن آخرش اینجا شما میتونین یه دونه قطار اسپان کنین که کسی توی این ریلا بود جفتشون رو با هم بکشین. کرم خالصه ولی خب دیگه حال میده. وایسین این قطاره، حالا لود نشده بود. نوبتی هم باشه الان نوبت اویکنه. میخوام چند تا چیز در مورد اویکن گوجو بهتون یاد بدم. خب اول ما میایم یه دونه دامی اسپان میکنیم. مثلا اینو نگفتم، ما یه عالم دامی داریم که هر کدومشون یه کاربردی دارن. ما اینا رو اسپان میکنیم. مثلا این بولت دامی شلیک میکنه و میشه ازش جا خالی داد و یه سری کاربرد خودش رو داره دیگه. بعد حالا کاری نداریم با این بلاکینگ دامیه، برای اینکه ببینیم کدوم ضربات بلاک میشن. این یکی مشت میزنه که هیچی. این دامی 1 HP، این هم دامیه که ما میخواییم. بعد خیلی دامی زیاده کلیر دامی رو میزنیم تموم میشه. حالا دامی خودمون اسپان میکنیم. حالا اگه یادتون باشه ما لپس بلو داشتیم و هالو رد و ترکیب آبی و قرمز میشه بنفش. خب این یکی از قوی ترین حملات کل بازیه. این لپس بلو اویکن بود. حالا من دوباره نون کولداون به خودم میدم که بهتون میگم چرا. خب آره ببینی اینو میزنی برخلاف قبلی ها میمونه رو هوا. ما باید چیکار کنیم؟ یه دونه ریورس رد بزنیم و بله منفجر میشه. حالا روی یکی دوباره امتحان میکنیم، جونشو کم میکنیم، نشد. حالا یه بار دیگه میزنیم، حالا میمونه. میزنیم و به همین راحتی یه دونه خودمون درست میکنیم که این همه رو وان شات میکنه فکر کنم به جز ماورگا. یه بار دیگه اسپان میکنیم این و خب دیگه بسته. حالا میخوایم روی پلیر امتحان کنیم. چیکار کنیم؟ ایناش خودش اومد. خب الان میام لپس رو این میزنم. میدونم چیته ولی خب دیگه. حالا بلک فلش مثل لپس بلو نو اویکن اینطوریه، میزنی رو میزنی برمیگرده، بعد یه بلک فلش میزنی. خیلی خوبه نه؟ خب یه بار دیگه امتحان میکنیم، میزنیم، اگرم نشه تلپورت میکنی به سمت خودش که بازم خوبه دیگه. میزنی برمیگرده، نشد میزنی اینطوری برمیگرده و یه بلک فلش روش میزنی. اگرم به خودت نخوره این چی پرت میشی، دمیج خاصی نمیزنه ولی خب این هم یکی واسه شما. به دمیج نخورد که. خب این یکی رو دیگه دمیج میخوری. این یکی رو دیگه دمیج میخوری. کجا رفتی؟ وایسا ببینم. ای خدا. خب بلش کن.
حالا میخوام یه ابیلیتی دیگر رو بهتون یاد بدم که آخریشه. اون چیه؟ نگاه کنین، دومین اکسپنشنشه. بزنم. خب توی دومین اکسپنشن گوجو هیچ کس نمیتونه تکون بخوره، هیچ انمی یا هیچ پلیری. یه دونه هالو پرپل میزنیم جونش کم میشه و حالا یه دونه لپس بلو میزنیم و میمیره. اینجا دیگه نیاز نیست اون بلک چیزو درست کنین، خودش میمیره. خب به همین راحتی دیگه، نکته خاصی نموند. اگه خوب اینا رو یاد بگیرین کلی کیل میتونین بگیرین، ولی این فقط برای کسایی که تازه کارن. پس اگه پرو شدین دیگه از گوجو استفاده نکنین، چیتری سگه. چیتر که نه، اسپم سگه. ای خدا، دیگه چیزی نمونده. خیلی ممنون تا آخر دیدین. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و ساب فراموش نشه و خدا نگهدار. جوین سرور دیسکورد بدین. بعد خداحافظ.